میخوام یه بینی رو ببینیم که بعد از 3 ماه یه تغییر جذاب کرده، یه تغییری که واقعا به دل میشینه. آقای آدینه رو ببینیم بعد از 3 ماه. خودت بگو بینی چه مشکلاتی داشت؟ قوز داشت، افتادگی، انحراف داشت، سوراخ سمت چپ هم هوا رو رد و بدل نمی‌کرد. بسته بود کلا. بله کلا. الان چقدر خوب شده اون؟ عالی. حرف نداره. پس تنفس کاملا اصلاح شده، یعنی مشکل تنفسی برطرف شده و شکل مردونه و واقعا جذابی که داری میبینی، دوست داشتنی، بینی کاملا نچرال، انگار اصلا عمل نشده، انگار از روز اول همینطوری خدا آفریده. ولی خب ما میدونیم که عمل شده، شما هم الان میدونید. ولی خیلی قشنگ شده، خوشتیپ، زیبا، به چهرم نشسته. خیلی مبارکت باشه. خیلی ممنون. بچه دوستش داری؟ حرف نداره. روزی چند بار تو آینه نگاه میکنی؟ زیاد. اسفندم دود میکنی؟ بله 100%. مبارکت باشه، خیلی عالی شد. از شما